با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند امروز سنه 7 مارس سال روان در کاخ سوغدیانی شهر خوجند چاره‌بینی با شکوه بخشیده به ایدی مادران با اشتراک رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده برگزار گردید. چاره‌بینی را رئیس شهر خوجند با سخنی تبریکی حسنی آغاز بخشید. برایتان تندرستی و خوشبختی، اقبال نیک و طالع برند و روزگاری آباد و آسوده را آرزو می‌نمایم. یادآور می‌شویم که در چاره‌بینی فرهنگی زنانی فعال ولایت، آموزگارانی پرتجربه، نمایندگان از ساحه طب، کارمندان مطبوعات و باز از دیگر ساحه‌ها اشتراک داشتند. من افتخار می‌کنم که امروز در بستان شهر خوجند هستم. دیروزم در اینجا چاره‌بینی ولایتی بود، چاره‌بینی شهری است و برای همه مردم خوجند، برای خصوصا مادران، دختران، کلینا، خواهرکا بخت و سعادت آرزو دارم. عمرشان دراز باشد، خوشبخت باشند و این بهار زیبا برای همه مادران سلامتی بیارد. در قسم دیگری چاره‌بینی چهره‌های تابان صنعتی ملی به صحنه برآمده سرود خواندند. اکثر آنها در وصف مادر سرود می‌خواندند. مبارز عثمانوف نیز در این چاره‌بینی یکچند سرودی خویش را سرایید و مادران را تبریک نمود. همه بانوان را با روزی آنها تبریک میگویم. نوباور چنارف از چهره‌های بود که با سرودهای جذاب و دلنشینی خویش طبع حاضرین را بریده نمود. پیش از همه من سلام خود را به تمام تماشاگران تلویزیون تنین می‌رسانم و البته که خیلی شادم و خیلی خرسند هستم که امروز روز مادران، این جشن مادران را من در شهر خوجند با مردم خوجند، با بانوان خوجند، با مادران و خواهران خوجند جشن گرفتیم و از این خیلی خوش هستم و خیلی خرسند هستم. بزرگ که دائما با تلویزیون تنین بمانم. گفتند به مورد است که همه ساله بخشیده به روزی مادر در تمام مناطق کشور چاره‌بینی‌های ایدانه دایر می‌گردد و به این وسیله مادران و بانوان تبریک کرده می‌شوند. 8 مارس باشد در تاجیکستان از روی تقویم روزی استراحت اعلان شده است.